شیرینشو شوتیمور. با گرفتن این نام به اختیار در ذهن هر یک شهروند کشورمان سیمای مبارز شعله‌ور و متین و انقلابی عصر بیستم، فرزند با آر و ناموس و شجاع تاجیک، قهرمان تاجیکستان که در دوره پر از نشیب و فراز تلاش‌های سیاسی رسالت تاریخیش را شرفمندانه انجام داده، در احیای ملت و تأسیس دولت تاجیکان سهم بی‌نظیر گذاشت، جلوه‌گر می‌شود. ثمره جانثاری‌ها و سعی و تلاش‌های بی‌مثل این ارباب برجسته دولتی و سیاسی و دیگر هم مسلکانش بود که کشور نو با عنوان تاجیکستان در خریطه جهان ارزی هستی کرد. برای فعالیت بنیادکارانه دولتی و خدمت‌های بزرگ در پایه‌گذاری استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان به شیرینشو شاتیمور نخست سال 1996 اردن دوستی و 27 ایون سال 2006 با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان عنوان عالی قهرمان تاجیکستان داده شد. با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از 27 آگوست سال 1999 شیرینشو شاتیمور برای فعالیت فداکارانش در بنیادگذاری، تحکیم و رشد دولتداری تاجیکان با اردن دوستی شرفیاب گردیده، بعداً از 27 ایون سال 2006 با فرزندان فداکار و صادق وطن شیرینشو شاتیمور و نصرت الله مقسوم برای خدمت‌های بزرگشان در پایه‌گذاری استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان عنوان عالی قهرمان تاجیکستان داده شد. اگر تقدیر به این شخصیت فدایی و ناتکرار ترحم میکرد و او در عین کمالات عمر قربانی غرض و تهمت دوران سیاستی شخص پرستی نمیشد، باز کارهای زیادی را به نفع خلق و وطنش انجام میداد. زندگی عبرت آموز و فعالیت بنیادکارانه او با تغمه تهمت آمیز دشمنی خلق زیر شبهه مانده، سالیانی دراز نام و کار و پیکار قهرمانانش به زبان گرفته نمیشد. نام مبارک این مرد فدایی بعد 19 سال مرگ سفید کرده شده، کار و پیکار وطنخواهانه، سیمای سیاسی، مدنیت راهبری و تفکر دولتداری او از نو زنده گردید. درست گفتند که هرچند قهرمانان ملت بر اثر بی‌عدالتی‌های زمان مدتی به گوشه فراموشی می روند، ولی باز چون آفتاب ضیابش طلوع خواهند کرد. امروز در زمان استقلالیت تاجیکستان عزیزمان آرزوی آمال و آرمان‌های نجیب شیرینشو شاتیمور و همسنگران و هم نبردانش مقام و منزلت خاصه پیدا کرده، برای نسل‌های امروزه و آینده چون تمثال عالی فداکاری و مکتب عبرت آموزی وطن پروری و ملت دوستی خدمت می نماید. پرزیدنت کشور در ملاقات خود با ساکنان شهر نواهای بدخشان در خوروگ ماه سپتامبر سال 2012 خدمت‌های شاتیمور را برای خلق و ملت واقعا تاریخی و عبرت آموز ارزیابی نموده ذکر کرد که این خادم سیاسی و دولتی با درک رسالت تاریخی خود در نزد ملت و تقدیر آینده آن تمام قدرت و دانش را بر رشد و نموی اقتصادیات، علم و فرهنگ، معارف، پایه‌گذاری و ساختمان دولت ملی تاجیکان روانه ساخته است و از حقوق تاریخی تاجیکان برای تأسیس دولت ملی دلیرانه حمایت نموده است. من از نام خودم و از نام تمام مردم بدخشان با پرزیدنت محترم جناب والی امامعلی رحمان اظهار سپاس بی‌پایان می نمایم که نسبت شاتیمور واقعیت تاریخی و عدالت تاریخی برقرار شد. همه آن نفرانی که به عنوان والی قهرمان تاجیکستان مشرف گشتند به این عنوان سزاوار است. پرواز این عقاب کوهستان به سوی افقهای دورادور سیاست و تشکل یافتن وی همچون شخصیت برجسته سیاسی از این کلبه تنگ عرفی پامیری واقع در دهه تیشاری جماعت دهات پارشنوی ناحیه شغنان آغاز می گیرد.
در ایام نورسی در حیات شیرینشاه واقعی رخ داد که تقدیر من بعده او را کلا دیگر کرد. مرد فاضل و دانشمند، ترجمان اتریاد روس‌ها در خاروق سید معصوم، استعداد و ذوق به اندازه شاه تیمور را به دانش آموزی دیده واسطه گردید و او به نخستین مکتب روسی محلی که در خاروق گشاده شد شامل گردید. مؤلف کتاب جوانی جاویدان که از حیات و فعالیت شاه تیمور نقل می کند، نخستین لحظه های گسیل به مکتب را چنین تصویر می کند. مراسم گسیل خیلی مثل دیگر خانواده های کوهستان آن زمان بسیار غمانگیز بود، چون که مردم در امین بین 4 برج کوه زندگی میکردند و بیرون از این دنیای دیگر را نمیدانستند، نمیشناختند، چون که رفت آمد بسیار دشوار بود به دیگر جاها. و وقتی که آنها از یک قشلاق به قشلاق دیگر رفتنی می شدند، آنها موافق رسم و رسوم قدیمه کوهستانیان همین در نزد آتشدان خانه استاده بعد در گراندن علف خوشبوی از سر آتشدان بوسه می کردند و از پایان آتشدان که در آنجا خاکستر جمع می شود با 3 انگشت کمی خاکستر را گرفته به امان پایفزال خود می انداختند و شیرینشاه نیز این رسوم را به جا آورد و اکاش محمد اسلم در نزد ستون یکم خانه استاده به او فاتحه داد. سالهای تحصیل در این مکتب شیرینشاه با ذهن تیز، مهنت دوستی و خوشمعاملگیش نام برآورد. سال 1914 افسر روس دمیتری سرگیویچ تاپورنین به تاشکند برمیگردد و شیرینشاه 15 ساله تنها نفری از شاگردان مکتب بود که اصرار ورزید برای ادامه تحصیل با او به تاشکند رود. چند مدت اقامت در منزل این افسر با معرفت، شیرینشاه بین کتاب‌ها به اثرها مربوط به حیات خلق‌های آسیای میانه شناسایی پیدا کرد. کتاب تاجیکان چاپ تاشکند شیشف و اثرهای محققان دیگر که از وضع رقتبار تاجیکان نوشته بودند به مفکوره شاه تیمور جوان تأثیر عمیق گذاشتند. در تاریخ ترکستان پاولوف او چنین سطرها را مطالعه کرد. ما در عرفه احیای تازه این خلق با استعداد و جانسخت قرار داریم که تا این دم یک روزگار سخت را از سر می گذرانیدند. این روزگار سرد و سنگین نتیجه 3 ضربه جانکاه است که از جانب چنگیزخان، تیمور و خانهای منقید به این مردم رسیده است. در تشکل شخصیت شیرینشاه شاتمور یکم عامل خانوادگی و آن محیطی که در آنجا شیرینشاه تربیت یافته بود. شیرینشاه شاتمور همچون زاده دهات خوشمنظره پارشنی بود و این مکان یکی از مکانهای معرفتی و ادبی کوهستان بدخشان محسوب می گردید. در این مکان دهها فاضلان، دانشمندان و شاعران عمر به سر می بردند و محض همین محیط به جهانبینی و شخصیت آینده او تأثیر رسانده بود. دوم، وقتی که در ایام جوانی شیرینشاه شاتمور به شهر تاشکند سفر کرده بود، به آموزش علم و آموزش ادبیات علمی
آید به تاریخ و ادبیات خلق خود مشغول شد. آید به تاریخ، آید به عرف و عادت مردم، از سرچشمه های گوناگون تاریخی معلومات زیادی به دست آورد و این به رشد جهانبینی و تفکر آینده او البته تأثیر بزرگی رسانیده بود. انقلاب اکتبر شاتمور جوان را در حالی دریافت که او در تاشکند مردکاری میکرد و با پول پسنداز نمودهش همزمان در سمیناری دینی تحصیل مینمود. فعالیت سیاسی شاتمور از سال 1921 از دوره تحصیل در سمیناری معلم تیارکنی آغاز یافت. او را به کمیته اجرایی مرکزی ترکستان دعوت نموده در قطار 500 دانشجوی پرولتاری که در هیئت کمیسیه آذوقواری به مناطق گوناگون سفربر می‌گردیدند نماینده کمیته در ناحیه دلورزین اویزد خوجند تعیین کردند. در اجرای این سپارش نخستین که هدف آن نجات دادن جان میلیون‌ها آدمان گرفتار خشکسالی در روسیه و اوکراین بود، شیرینشاه جوان مسئولیت بلند نشان داد. در توصیفنامه کمیته آذوقه اویزد خوجند می‌خوانیم: تجربه آموز شاتمور آدمی باسواد، استوار، با انتظام و پخته‌کار. با وی کار مستقلانه را باور کردن ممکن است. خود همین سال شیرینشاه به تاشکند پایتخت جمهوری مختار شوروی سوسیالیستی ترکستان دعوت شده با سپارش مخصوص و تجلیلی برای تأسیس دادن حکومت شوروی در مرز هند و خیتای و افغانستان در هیئت سگانه حربی سیاسی به پامیر فرستانده می شود. دسته 250 نفره افسران و عسکران با روبری دیاکوف، حسین بایف و شیرینشاه شاتمور در شهر اوش آذوقه خریده به راه برآمد. چندین بار دسته در موضع‌های علای و گلچه مورد هجوم باسمچیان قرار گرفت، ولی ضربه را پس گردانده ثابت قدمانه پرچم آزادی را تا خوروغ رساندند. ماه سپتامبر سال 1921 با پامیر سگانه حربی سیاسی در هیئت دیاکوف، شیرینشو شاتمور و حسین بایف آمدند. آنها پیش از همان کازارمه‌های خالی که وجود داشتند آنها را با اسکران نو یعنی اسکران سرخ پر کردند و همچنین دیگر آنها با تشکیل کردن ریفکام موثر کردند. دیاکوف و شیرینشو شاتمور آنها در روشان، همچنین دیگر در شغنان، در ایشگاه شیم ریفکام های تشکیل کردند و حسین بایف باشد ریفکام ها را در پامیر شرقی تشکیل کردند. ماه سال 1922 انتخابات به سویت های قشلاقی برپا گردید. از 100 نفر یک نفر انتخاب میکردند. تمام باقی مانده های اپارات کهنه از جمله قاضیات، مینگباشی، اقساقال اینها بیکار کرده شدند و به جای آنها سویت قشلاقی تشکیل کرده شد و اولین اوبل ریفکام در بدخشان تشکیل کرده شد و رئیس آن نیز شیرینشو شاتمور بودند. سال 1923 شیرینشاه دوباره به تاشکند دعوت شده. اینستروکتور زیرشعبه اقلیت‌های ملی کمیته مرکزی حزب کمونیست ترکستان و راهبر بخش تاجیکی آن تعیین گردید. بخش تاجیکی زیرشعبه اقلیت‌های ملی در تاریخ تاجیکستان نو نخستین نهاد رسمی و سیاسی بود که به مسائل تاجیکان سر و کار گرفته. شیرینشاه شاتمور راهبری آن را به عهده داشت. در این وظیفه شاتمور نخستین شخصی بود که برای کتاب‌های درسی به زبان تاجیکی به وزارت معارف مراجعت نموده جهت نبودن چنین کتاب‌ها خود مرتب و تشکیلاتچی چاپ کتاب‌های درسی به زبان تاجیکی گردیده است. سال 1923 ماه سپتامبر آخر سپتامبر شیرینشو میآید به تاشکند از خوروغ و بعد چند روز میآید پیش архангельский номардак Николай Порфирьевич. این مرد رئیس شورای معارف ریسپوبلیک ترکستان بود. یعنی در چارچوبه همین شورا اینستیتوت های گوناگون تیاری میدیدن و کتاب چاپ میکردن برای با زبان های گوناگون آسیای میانه. من سال 1966 با همین کس هم صحبت شدم
و اون به من حکایه کرد، گفت که روزی شیرینشو شوتیمور آمد پیشم و از من خواهش کرد که من به او کتابو که به زبان تاجیکی چاپ شدند، کتابای درسی و این کتابای درسی رو من به او داده و او میتواند به خوروگ فرستانم. من به او گفتم که ما یگان کتاب به زبان تاجیکی نداریم و شما یک نفری اولین هستید که پیش من آمد و درباره کتاب تاجیک مرا میپرسد و گفت من به او پیشنهاد کردم اگر شما خواهید که کتابای به زبان تاجیکی پیدا شوند به بدخشان برنگردید، همینجا باشید و خودتان این را تشکیل کنید. این حکایه گواه میدهد که در همون سال 1923 در تاشکند کسی نبود که بیاید و بگوید که من تاجیک هستم و برای فرهنگ مردم تاجیک آماده هستم که خدمت کنم. در رأس شعبه مذکور شوتیمور همچنین به تشکیل نخستین انستیتوت تاجیکی معلم تیارکنی تاجیک اینپروس موافق شده با مقصد تحکیم بخشیدن خودشناسی ملی در تشکیل روزنامه الهیده تاجیکی با نام آواز تاجیک که شماره نخستین آن ماه اوگوست سال 1924 انتشار گردید مساعدت فعال نموده استاد صدرالدین عینی و روشنفکران دیگر را به کار آن جلب نمود. علی اسماعیل زاده یکی از شاگردان و دوستان پدرم، روزنامه نگار. و چیز عجیب نوشتگی خاطراتش بنویسند که سالهای 20 تا 24 در ترکستان یعنی سمرقند زبان فارسی تاجیکی معمول نبود، شنیده نمیشد. این زبان فقط در خاندان بین بیبی و نبیره ماند. بیبی و نبیره فقط نوازش میکنن به زبان خودشان، همه میداند. تاشکند به مرکزی کمپارتیای تاجیکا، اونجا آدم بیاد، اون یک تاجیکای افغان بود، نثار محمد میبیاد. ثانی همون که نصیحت بکنن که میگن که شعله انقلاب بردن در کار، مردم بیدار کردن در کار. برای مردم ما راه آزادی شمشیر نه، تفنگ نه، بیداری کله مغز. آن وقت دامنا می نویسن که یک وقت حاجی بایف پیدا شد و شاتمور پیدا شد. پروگرام می سازن که اکنون مبارزه با واسطه مجله. آن همین خیلی آغاز کار. در دوره‌ای که شاتمور بخش تاجیکی اقلیت‌های ملی را نمایندگی می‌کرد، تاجیکان زیر سخت‌ترین فشار و تضییق قرار داشته بودند. در نظامنامه مختاریت ترکستان که از ماه مارس سال 1920 عمل می‌کرد آمده بود: ترکستان جمهوری مختار خلق‌های اساسی این سرزمین، ترکمن‌ها، ازبک‌ها و قرغیزها میباشد. پان ترکستان موجودیت ساکنان بومی قدیمترین این حدود تاجیکان را قصداً در حجت‌هایی که به مسکب می‌فرستاندند انکار می‌کردند و برای هدف‌های ضد تاجیکی ماهرانه از هر مورد، حتی از بیسوادی عامه و عقیده‌های دینیشان سوء استفاده می‌کردند. بین مردم عوام ترغیب می‌بردند که کسی خود را تاجیک اعلان کند شیعه است و با این طرز ترساندن و نفاق اندازی عامه بیسواد را از مبارزه تاجیک شناسی و حفظ مقام ملی کنار نگاه می داشتند. نگاشته است در مقدمه ادبیات تاجیک کمال عینی. زیر تاثیر چنین فشارهای سخت روانی حادثه های جای داشتند که تاجیکان برخی از محلها اگر هنگام بر روی خطگیری اول خود را تاجیک می گفتند، در روی خطگیری تکراری سرتاسر خود را ازبک می نوشتند. در چنین دوره حساس تقسیمات ملی حدودی، در حالی که اکثر راهبران سیاسی ملتشان تاجیک موقع نادرست و خیانت آشکارا پیش گرفتند، شیرینشو بی کلاویش و دودلگی در همه جا خود را تاجیک می گفت و از منفیت تاجیکان حمایه می کرد. شوتیمور از بین سیاستمداران نوین تاجیک مردی بود که همیشه خود را تاجیک می گفت، زیرا او در بدخشان به وایه رسیده بود و مردم بدخشان تا انقلاب هم همیشه خود را تاجیک می گفتند و این همه این مسئله ها در ادبیات تا انقلابی در نوشته های آن سیاحان و آن سیاستمدارانی که
تا انقلاب به بدخشان آمده بودند درج یافته است و مردم بدخشان واقعا هم برای دیگران خود را تاجیک میگفتند، ولی در بین خود مثلا من شغنانی، من روشانی، من وخی، من یزگلامی میگفتند، ولی برای دیگران همیشه خود را چون تاجیک معرفی میکردند. و همین طور شیرینشاه شوتیمور وقتی که به توشکان سفر کرد، او در همه جا خود را تاجیک میگفت و با این فخر میکرد. سال 1923 شیرینشاه شوتیمور خدمت خود را در هیئت سگانه حربی سیاسی در پامیر به اتمام رسانده به توشکان برگشت و او را در وظیفه های خیلی کلان در اول در شورای وزیران جمهوری ترکستان و بعدا در حزب کمونیست جمهوری ترکستان به کار گرفتند. و جالب آن است که ما با یک انکیت او برخوردیم که او در آنجا با سوال где бы вы хотели работать чунин جواب نوشته است: где бы то ни было среди таджиков, на партийной советской работе где бы то ни было среди таджиков. این بسیار مهم است و این چیز بسیار جالب است که شوتیمور جوان که هنوز دانش سیاسی، مفکوره سیاسیش اونقدر غنی و بوی نبود، ولی او همون زمان راه خود را، مسلک خود را مهیا کرد که من تمام عمر خود را، تمام دانش خود را به خدمت خلق تاجیک میبخشم. سیاست ضد تاجیکی پهن ترکستان باعث گردید که ستالین سال 1923 در سخنرانیش در انجمن حزبی عاید به مسئله ملی از ازبک‌ها، قرغیزها و ترکمنها نام برده از موجودیت تاجیکان در قلمرو ترکستان حتی یادآور نشد. چنین مناسبت به تاجیکان، فرزندان با آر و ناموس تاجیک به مثل شیرینشاه شوتیمور، نصرت الله مخصوم، چنار اماموف، عبدالقادر محیدینوف، عبدالرحیم حاجیبایف و دیگران را تکان داده آنها با متانت و دلیری و شجاعت بی‌مثل برای حمایه حقوق تاجیکان در برابر طوفان پهن ترکیسم ایستادگی نمودند و سعی و تلاش‌های فرزندان فرزانه و ملت دوست نتیجه دادند. حقوق تاجیکان به زبان و دولت اعتراف گردیده سال 1924 جمهوری مختار تاجیکستان در هیئت ازبکستان تأسیس یافت. شیرینشاه شوتیمور 16 ینور سال 1925 در وظیفه کمیسر خلقی اینسپکسیون کارگر و دهقان جمهوری مختار شوروی سوسیالیستی تاجیکستان و نماینده وکالتدار کمیته مرکزی حزب کمونیست ازبکستان با نخستین هواپیما به دهه دوشنبه آمده آن را همچون پایتخت به قبول نخستین حکومت قانونی آماده کرد. نسخه پروتکل رقم 1 و قرار درباره تأسیس نخستین حکومت ملی تاجیکستان در شهر سمرقند که اون وقت پایتخت ازبکستان بود واقع است و در اینجا در صحیفه دوم پروتکل رقم 2 وجود دارد. عجیب اون فکت است که اون زمان در قلمرو حوزه تاجیکستان شهرها وجود داشتند، مثلا شهر کولوب بود، شهر ایسور بود، شهر خوجند بود، ولی نمیدونم با کدام سبب اون زمان با حیث پایتخت قشلوق دوشنبه انتخاب شد که اون وقت یک دهه کوچکی بود. خلاص در اینجا تنها یک خانه سفید بود که اون گردزون حربی روس‌ها بود که عضو موزه ملی وجود دارد، در همونجا واقع بود و دیگر هیچ چیزی، نه خانه وجود داشت، نه کوچه ها، نه هیچ چیز وجود نداشت و وظیفه پیش آمد که باید شهر دوشنبه به طور تعجیلی برای قبول نخستین حکومت باید که آماده شود. بسیار در جلسه بسیار صحبت ها کردن و همین طور انتخاب به بالای شیرینشاه شوتیمور افتاد و اینجا طوری میبینیم، من در اینجا پونکت دوم است که او پریزد رفکوم в центр республики دوشنبه. بعد اینجا قرار شده است که باید با مدت طولانی شیرینشاه شوتیمور به شهر دوشنبه با سفر خدمتی برای آماده کردن شهر، یعنی بار قبول نخستین حکومت باید سفربر شود و به او 10,000 روبل جدا شده است. همین طور شیرینشاه شوتیمور در فصل زمستان به دوشنبه آمد و او تا بهار که بسیار وزنین بود، بسیار یک وظیفه خیلی هم مشکل بود، ولی او توانست در سر وقت وزارتخانه ها برای مؤسسه های دولتی خانه ها رو آماده کند، حتی دیوارای آنها رو سفید کند و همین طور
15 مارت سال 1925 طور ما میدانیم در دوشنبه یک عید خیلی بزرگ تجلیل شد و حکومت نخستین به دوشنبه آمد و در دوشنبه نه تنها مردم اطراف بلکه نماینده های بدخشان از اینجا در طول 2 ماه رفته رسیدند، نماینده های پنجکین در طول بیشتر از 1 ماه آمده رسیدند و همین طور تاجیکان حکومت نخستین خود را پذیرایی کردند. اونجا منبر خود ساختند که از اونجا اول نصرت الله مخزوم همگان را تبریک گفت و بعد از آن شیرینشو شوتیمور نیز برآمد کرده همگان را تبریک گفت. با تأسیس جمهوری مختار حقیقت تاریخی نسبت تاجیکان غلبه کرد، ولی تا به جمهوری مستقل شوروی سوسیالیستی رسیدن هنوز تلاش‌های زیادی در پیش بودند. پیشرفت اقتصادیات و اجتماعیات جمهوری مختار تاجیکستان را حرکت بازمچیگری که اساساً در جنوب کشور اوج گرفت باز می داشت. شیرینشو شوتیمور سال 1925 در رأس کمیس مخصوص حکومتی به کولاب فرستانده می شود. فعالیت انقلابچی متین در اینجا نه تنها به برهم دادن بازمچیگری روانه می شود، بلکه کمیس تحت رهبریش در تأسیس دادن و پرنمودن هیئت رفکام ها در محلات، وسعت بخشیدن کار معارف، تندرستی و کشاورزی و با روی مصالحه برهم دادن بازمچیگری نقش مهم بازید. با درخواست چندین کرته شاه تیمور، عده‌ای از کادرهای مسئولی که از مرکز به محلات می آمدند و با عملهای غیر قانونیشان نسبت حاکمیت کارگر و دهقان حس بدبینی و ناباوری برمیانگیختند، با کادرهای پاک وجدان و مسئولیت شناس عوض گردیدند. تبدیل جمهوری مختار شوروی سوسیالیستی تاجیکستان به جمهوری مستقل شوروی در حیات SSR آرزو و آمال کل مردم تاجیک بود. شیرینشو شوتیمور همچون مقام دولتی و سپس مقام بلندترین حزبی در جمهوری مختار تاجیکستان برای عملی شدن آن خدمت شایان کرد. محققان شوتیمور را نخستین ارباب دولتی می دانند که آیید به وصی تاجیکان به استالین مکتوب نوشت. با فرمان رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان به شیرینشو شوتیمور عنوان قهرمان تاجیکستان داده شد. به فکرم کار بسیار درست بود. این می ارزد خدمت‌های تاریخی که شوتیمور در تاجیکستان دارد سزاوار آن است که عنوان قهرمانی داشته باشد. شیرینشو شوتیمور یکی از آنهایی است که در تأسیس تاجیکستان، در جان گرفتن ملت تاجیک در جمهوری خود خیلی خدمت کردند. یکی از مهمترین خدمت‌های وی همین است که پس از آنکه حدود ملی تقسیم شد در سال 1924 و تاجیکستان مختاریت گرفت، جمهوری مختار شد، لیکن قسم زیادی زمین‌های مردم تاجیک در کشوری دیگر، در جمهوری دیگر ماند و احوال خلق تاجیک در اون ولایت‌هایی که در ازبکستان ماند، در بخارا، سمرقند و خوجند هم اون وقت در هیئت ازبکستان بود، احوال مردم تاجیک خیلی بد شد. از همون سالهای ماههای اول بعد از تقسیم حدود ملی معلوم شد که تاجیکستان را از هیئت ازبکستان بیرون کردن لازم است. مختاریت تاجیکستان در هیئت ازبکستان بود، باید تاجیکستان جمهوری اتفاقی شود، مستقل باشد، مستقلاً به کشور شوروی وارد شود، همراه شود. یکی از اولین کسانی که این گونه اندیشه را پیش راندن به طور رسمی، به طور خطی، شوتیمور بود. شوتیمور سال 1926 یعنی بعد از 1 سال تأسیس تاجیکستان
بعد از یک سال تقسیم حدود ملی یک نامه نوشت به استالین، یک نامه بسیار مهم. از همون سال 26 سر کرده یک چند نامه به نام استالین رفت از تاجیکستان که اون رو مثلا نصرت الله مقسم هم نامه نویست، عبدالقادر محی‌الدینوف هم نامه نویست، خوش نثار محمد نامه نویست، نامه بسیار کلانی جدی. یکمین همین نامه ها نامه شیرینشاه شاتمور بود. باعث رئیس کمیته اجرایی مرکزی جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان شیرینشاه شاتمور سالهای 1933 1937 در تحکیم شوراها در مناطق دوردست جمهوری، احیا و رشد صناعت، کشاورزی، معارف و فرهنگ و تندرستی خدمت‌های شایسته انجام داد. سطح سوادناکی اهالی تاجیکستان که پیش از انقلاب خیلی پایین بود، در سال 1936 به 60% رسیده در مکاتب کشور الکی بیشتر از 70,000 دختران تحصیل می‌کردند. سال 1934 هزاره شاعر و متفکر بزرگ عبدالقاسم فردوسی با تنتنه تجلیل گردید. شاتمور به استاد عینی احترام مخصوص داشته. با سپارش وی همچون صدر حکومت سال 1935 منزل استقامتی عینی تعمیر و автомاشین خدمتی سبکرو در اختیار نویسنده قرار داده شد. همزمانان یادآور می‌شوند که شاتمور در منصب‌های بلندترین هم همیشه با مردم بود. در بین کارکنان حزبی و دولتی والامقام نخستین شخصی بود که به مقصد نزدیکتر ساختن حکومت با مردم مسئله گشادن قبولگاه جمعیتی را به میان گذاشت. شیرینشاه شاتمور مؤلف کنستیتوسیایی می باشد که از سال 1937 تا سال 1978 در ریسپوبلیکای سوویتی سوسیالیستی تاجیکستان عمل می‌کرد. شیرینشاه شاتمور در دوام سالهای فعالیت کاریشان همگی 3-4 مراتبه فرصت پیدا کرد که برای آشنایی با کامیابی‌های مردم دیارش به ولایت مختار کوهستان بدخشان بیاید و همیشه در کلبه پدری میزیست. همزمانان یادآور می‌شوند که در صحبت‌ها با مردم فقط از ترقیات آینده کشور، همدلی و همدیگرفهمی، سازندگی و بنیادکاری حرف می‌زد. با ابتکار وی سال 1936 در دهات پارشنیو نخستین نمایش دستاوردهای خواجگی خلق ولایت مختار کوهستان بدخشان برگزار گردید. تا جان دارم در بدن دست نکشم از وطن. شیرینشاه شاتمور گفته بوده است که تا جان در بدن دارم برای وطنم خدمت میکنم. من آن زمان نهایت خور بودم. او بهترین فرزند دیار بود. شیرینشاه شاتمور ماه ایون سال 1937 با اتهام دشمن خلق به حبس گرفته شده پس از 3 ماه با حکم کلیگ سود حربی SSR به قتل می رسد. با اطلاع سازمان مموریال مسکو طی 15 ماه سالهای تعقیب کنی 1937-38 بیشتر از 1.5 میلیون از جمله کادرهای حزبی و دولتی شوروی قربانی ناعدالتی ها گردیدند. محرک حیات و فعالیت شاتمور، ژورنالیست و نویسنده قربانی علمشو معین کرد که شاتمور را روز سوم کار انجمن شوراها کارمندان خدمات مخصوص از اتاق خوابشان در مهمانخانه متروپول به محبس میبرند. حکم را در تاخانه لوبیانکا به اجرا رسانده پس از سوزاندن در کریماتوریا خاکستر جسد را در قبرستان عمومی دانسکوی در قطار صدها هزار آدمان بیگناه قربان شده جای می‌دهند.
از این شخصیت بزرگ تاریخی همه چیز ربوده شد. جان، مال و اموال، وظیفه، خانه، حقوقهای زن و فرزندان یتیم مانده‌اش که مجبور بودند سالیان زیاد نام پدرشان را نیز پنهان نگاه دارند. یگانه چیزی را که از شاه تیمور کسی گرفتن نتوانست و نمیتواند، این نام نیکی جاویدان، سیمای زیبا و جذاب و کارهای بزرگی انجام دادهش برای دولت و ملت می باشند که او را قهرمان تاجیکستان گرداندند. ما در شخصیت مردان فرزانه ملتمان به مثل شیرینشاه شاتیمور و همصفانی و فرزندان فدایی، مبارزان حقیقی وطن، آزادی، استقلالیت دولتی، وحدت ملی و رشد همه‌جانبه سرزمین باستانیمان را می‌بینیم و قدرشناسی می‌کنیم. امروز در وطن عزیزمان آرزو و نیت‌های نیکی شیرینشاه شاتیمور و ده‌ها رادمردان ملت دوست و میهن پرست از قبیل آرمان و هدف‌های نجیب دولتداری ملی، صاحب اختیاری و تمامیت ارضی، ارزش‌گذاری به زبان مادری و رمزهای دولتی، بزرگداشت فرهنگ ملی و ارزش‌های والای تمدن جهانی عملی شدند و شده ایستادند. و اطمینان کامل داریم که کار و پایکار و مهر فرزندان سرسپرده ملت که مثل شیرینشاه شاتیمور هستی خویش را برای سرسبزی ملت و پایداری دولت صاحب استقلال تاجیکان بخشیدند، اثرهای عصر در دل خلق باقی میماند. قهرمان کشور صاحب استقلالی که با عزم و اراده و تلاش‌های بی‌نظیر فرزند فرزانه و جانفدای دیگر، قهرمان تاجیکستان، اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان مقام و شهرت جهانی یافت. برای فعالیت بنیادکارانه دولتداری و خدمت‌های بزرگ در پایه‌گذاری استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان مطابق ماده 69 کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان فرمان می‌دهم به فرزند برومند خلق تاجیک شیرینشاه شاتیمور عنوان عالی قهرمان تاجیکستان داده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان، شهر دوشنبه 27 ایون سال 2006.